با سلام و عرض ادب دوباره ابتدای هفته شروع شد و خب ما هم به رسم جدید کانال قراره که دوباره مارکاپ 3 نمادی که قرار بود تقدیم نگاهتون بکنیم. خب برای شروع من از نمودار بیت کوین تفکر ماهانه شروع میکنم. این شاید براتون سوال باشه که این خطا که این پایین هستن چیان و خب برای چی من این خطا رو انداختم. خب من این خطا رو همونجوری تقریبی انداختم، همین ابتدا بهتون بگم. این خطهای هاوینگ بیت کوین هستن که هاوینگ اول سال 2012، بعدی 2016، بعدی 2020 و هاوینگ جدید که سال 2024 اتفاق افتاده. خب میخوایم مقایسه کنیم اینا رو با هم که داخل هر کدوم چه اتفاقی افتاده. ما بریم از سراغ 2012 و از اونجا شروع میکنیم و خب اینجا که حالا سال 2012 شروع شده ما میخوایم اینو بعد اساس این بسنجیم که چه مقدار طول کشیده که بعد از هاوینگ دوباره افزایش قیمت شروع بشه. یعنی مثلا به هاوینگ اتفاق میفته، معمولا اولش قیمت ریزشی میشه ولی بعد از اون قیمت میشکنه و خب معمولا بالاتر میره. درسته؟ خب ببینیم این چه مقدار طول کشیده برای ما تا خب بالاخره این میتونه کمکمون بکنه. از آخرین سقفی که داشته تا اینجایی که به سمت بالا شکسته تقریبا 184 روز 184 روز گذشته تا قیمت بتونه سقف قبلی خودش رو بالاخره بریک کنه و خب بعد هاوینگ رشدش رو انجام بده. خب بریم سال 2016 رو نگاه کنیم. سال 2016 و خب از این سقف حساب بکنیم. درسته؟ خب از این سقف حساب کنیم. حالا ما همین حساب بکنیم که حالا داخل سال خود 2016 هستش و خب اینم تقریبا نزدیک اینم 172 روز طول کشیده. پس چی شد؟ قبلی 184، این یکی 172 روز. بریم هاوینگ بعدی و ببینیم حالا هاوینگ بعدی چه اتفاقی افتاده. سال 2020 اوکی. سال 2020 خب هاوینگی که داشتیم تقریبا 200 رو تا سقف قرار شد بگیریم دیگه. تقریبا همون نزدیک 180 روز طول کشیده و درست. پس چی شد؟ 184، 172، 175. بریم جلوتر. این هیچ حدودیه دیگه، مثلا نگید این 4 تا کندل جلو عقب تر گذاشتین برای ما زیاده اهمیت نداره. پس چی شد؟ هاوینگ قبلی میانگین تقریبا من بهتون بگم نزدیک 180 تا کندل. خب ما ماکسیمم میگیریم، شاید بیشتر طول بکشه. 180 تا کندل طول کشیده تا بعد هاوینگ ما اون افزایش قیمت رو داشتیم. خب اینو میتونیم به این دید بهش نگاه کنیم، یعنی نه که حتما اینطوری باشه، نه قرار نیست حتما اینطوری باشه، به دید احتمالاته. پس ما از همین سقفی که داریم میتونیم 180 روز برای هاوینگ در نظر بگیریم. خب یعنی ما تا این محدوده معمولا طی 3 بار گذشته این مقدار طول کشیده تا بتونه از این حالا باکس و این رنجی که داشته خارج بشه. پس حالا جدا از اون نوازنگیری که داریم، خب پس حالا طبق چیزی که 3 سال گذشته اتفاق افتاده ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یهو بشکنه بره بالا، اما اگه یهو شکست بعد از اون میتونیم خود تصمیمات خودمون رو بگیریم. درسته؟ حالا جدا از این که بخوایم به صورت هاوینگی بررسیش کنیم که گفتیم 182 روز تو رو بکشه، ما اینو کوچیکش میکنیم که به این کار نداشته باشیم. خب بریم به صورت تکنیکالی بررسیش کنیم. علاوه تکنیکالی بیت کوین صعودی شده و آخرین سایکل نزولی خودش که اینجا بوده رو حالا شکسته و الان انتظار بالا رفتن قیمت رو داره. پس ما انتظار صعودی داریم تا تقریبا هفتگی که حالا
نمیتونیم زیاد در موردش صحبت کنیم، ولی امکان این رو داره که همین رو به سمت بالا بریک کنه و بره. چرا؟ خب بالاخره اینجا ما یک حرکت قیمتی داشتیم، بعد از اصلاح اون میتونه لگ بعدی باشه، میتونه شروع لگ بعدی باشه، میتونه در حالت بعدی که حالا طبق 3 سال گذشته ما احتمال بیشتری بهش میدیم اینه که بیاد اینجا از این سقف ریزش کنه و خب ایجاد یک تریدینگ رنج کنه و بعد از اینجا بشکنه بره بالا. درست؟ پس حالت یعنی طبق سالهای گذشته ما اینو ازش انتظار داریم، ولی خب طبق تحلیل تکنیکال ما میتونیم از همینجا شاهد افزایش قیمت هم باشیم و هیچ اشکالی هم نداره. اگه شکست میتونیم حالا ادامه مسیر رو بگیریم. بعد از این بریم داخل تایم فریم دیلی برای گرفتن تریگرهای دقیق‌تر. خب داخل مارکاپ قبلیمون گفتیم اینجا یه سطح خیلی مهمیه برای ما. سطح خیلی برای ما مهمه. چرا؟ چون چندین بار قیمت رو ریجکت کرده و خب احتمالی که اینجا هم ریجکت کنه هستش. دفعه پیش که ویدیو گذاشتیم قیمت اینجاها بود و خب گفتیم این میتونه یه حرکتی باشه، اینجا حالا ساپورتشه و خب از همینجا میتونه بره بالا. ولی گفتیم تا وقتی این سقف نشکسته ما نمیتونیم یعنی تایید بدیم که میتونه بره بالاتر. اگه تونست اینو بشکنه و بالای این ما میتونیم از اینجا شروع کنیم به پای گرفتن و خب دیگه نوسانگیریامون رو شروع کنیم. ولی همونطور که دیدین به این سطحی که هفته پیش حالا خدمتتون گفتیم احترام گذاشت و خب نتونست این سطح رو رد کنه. پس همچنان ما الان نمیتونیم زیاد روی بیت کوین مانور خاصی بدیم. چرا؟ چون ما دنبال نیستیم که هر ثانیه بپرین داخل بازار و خب ترید ازش بگیریم. ولی خب بهتره که حالا بذارید با اطمینان خاطر بیشتری، چون الان دیگه تقریبا داخل بازار رنج قرار داره. هرچند که داخل تایم فریم های پایینتر داخل سایکل های بیشتری در حال عوض شده و اونجا میتونید نوسانگیری بیشتری کنید. من حالا جوری مارکاپ ها رو ترجمه نگاهتون میکنم که داخل هفته آینده کامل به دردتون بخوره. خب بریم برای نماد بعدیمون، طلا. خب بریم ما طلا رو بررسی کنیم و طلا تایم فریم ماهانه. خب تایم فریم ماهانه طلا عرضم به حضورتون که آخرین مقاومت خودش رو که بعد از اینکه بریک کرد و خب پول بک زد اینجا به سمت بالا رفته و خب انتظار داریم که این بعد از پول بک به سمت بالا ادامه حرکتش رو داشته باشه. پس در تایم فریم ماهانه ما صعود رو مد نظرمون داریم. در تایم فریم هفتگی قیمت در حال تشکیل الگوی M هستش. الگوی M همونطور که خودتون حالا میدونید بعد از اینکه الگوی M تشکیل گرفت به احتمال خیلی بیشتر ما میتونیم یه برگشت قیمتی رو بگیریم تا حدود خط گردن M. درسته؟ پس اگه اینجا قیمت ریخت ما حالا تو این سطوح که میتونه قیمت رو نگه داره میتونیم دوباره نشونه بای باشیم تا خط گردن یا حتی زودتر، یعنی هر وقت نشانه صعود داد میتونیم بگیریمش که حالا مطابق با تحلیل ماهانمون هم هست. ما خب خیلی دوست داریم که بر جهت روند ترید کنیم و خب برخلاف روند ترید نکنیم. درسته شاید ما اینجا نشونه های سل رو بگیریم و خب سل بزنیم و حتی سود کنیم، اما خب تأکید بیشتر بر اینه که معامله‌مون بیشتر در جهت روند باشه. در تایم فریم روزانه هم طبق همون الگوی هفتگی ام پترنی که داشتیم ما میتونیم تریدمون رو انجام بدیم و خود تایم فریم روزانه من زیاد الگوی خاصی نمیبینم برای صعود قیمت. درسته؟ شما میخواستیم طبق تحلیلمون پیش بریم، یعنی طبق روند پیش بریم، نمیخواستیم برخلاف بخوایم برخلاف روند ترید کنیم. خب میتونیم اینجا الگوهای نزولی رو ببینیم، ولی از اونجایی که ما میخوایم بر جهت روند ترید کنیم و میدونیم این یه اصلاح قیمتی این ریزش زیاد درگیرش نمیشیم. منتظر میمونیم که خب حالا قیمت بریزه و خب کم کم نشونه‌های صعود رو بده. هر وقت نشانه صعود داد ما وارد معامله بای میشیم تا حداقل خط گردن رو میتونیم باهاش باشیم. خب بریم نماد بعدی و نماد آخر یورو یو اس دی. در تایم فریم ماهانه خب همونطور در تایم فریم ماهانه ببینید چندین بار ما اینجا ریجکت های قوی قیمت رو داشتیم و خب دوباره الان هم رو همون سطح هستیم و خب انتظار رشد قیمت رو میتونیم داشته باشیم.
بریم در تایم فریم هفتگی. در تایم فریم هفتگی ما یک الگوی به اصطلاح، حالا نمیدونم چه اسمی براش میذارید، یعنی ما الان داخل این اصلاحش هستیم، حالا میخوایم بهش بگین رالی به اسرائیلی، نمیدونم هر اسمی که داره، الگوی حالا به اصطلاح هستش و خب میتونیم اینو به سمت بالا یعنی سعودیشو بگیریم. حالا در کجاها میتونه استاپ بکنه این اصلاح قیمتی رو که داره؟ این اصلاح قیمتی رو میتونه تو این محدوده متوقف بکنه. اگه از فیبوناچی هم کمک بگیریم، میتونیم محدوده ها رو برای خودمون که محدوده مهمتری هستن رو مارک کنیم و خب از این نواحی ما حالا به سمت صعود میتونیم یورو دلار رو داشته باشیم. در تایم فریم روزانه هم ما دوباره اینجا یه الگوی ام داریم و خب بعد از اینکه اینجا ریخته ما میتونیم تا خط گردن رو باهاش همراه بشیم. پس یعنی خب ما حالا از همین روزهای آتی میتونیم بعد از اینکه قیمت تایید ورود داد، ما به سمت خط گردن بای خودمون رو بگیریم و با حداقل ریوارد و به مدت سرمایه خودمون. خب این بود از مارکاپ این هفتهمون. امیدوارم به دردتون خورده باشه. اگه میخواید نمادهای دیگر هم تحلیلشون رو ابتدای هر هفته بذاریم، میتونید داخل کامنت ها برامون نظرتون رو بنویسید و خب ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم که انجامش بدیم. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. موفق باشید. خدا نگهدار.